وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از آشکار شدن جنایت مدهش قتل برادر از دست برادر در پایتخت خبر داد. بنا به اطلاع نشر شده هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 38 ساله ساکن شهر دوشنبه همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت آدمکشی دستگیر کرده شده است. نامبرده شب دوم به 3 آگوست سال 2022 تخمینا ساعت 9:00 دقیقه در خانه استقامتیشان با برادرش مرد 35 ساله ساکن پایتخت مناقشه کرده یکدیگر را لطکوب نمودند. در نتیجه برادرش از جراحت‌های برداشته‌اش در جای حادثه به هلاکت رسیده است، گفته می شود در اطلاعیه وزارت کارهای داخله. تفصیلات دیگر آورده نشده است. سبب مناقشه دو برادر که به چنین عاقبت هلاکتبار و جنایت مدهش آورد گفته نشده است. تنها گفته می شود که از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. به این مرد برای قتل برادرش تا 15 سال زندان تهدید میکند. از اول ماه آگوست این علاقه دست کم دومین مورد رسانه‌ای شدن قتل خویشاوندان نزدیک در تاجیکستان است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اخیراً خبر داد که شوهر بدجهل در استرافشان همسر جوان 27 سالش را اول لطکوب کرده سپس بوغی کرده کشته است. وقتهای آخر موردهای قتل خویشاوندان نزدیک در تاجیکستان افزایش یافته است. روحانیون این را به سست شدن ایمان مردم و کاهش ارزش‌های مذهبی ربط می‌دهند. جامعه شناسان تغییرات شکل گرفته در ساخت زندگی مردم بعد پاش خوردن اتحاد شوروی و دیگر شدن ساخت اقتصادی و اجتماعی را در کشور دلیل می‌آورند و همچنین افت ارزش‌های اخلاقی و معنوی و تغییر یافتن نگاه‌ها به عائله همچون یک رکن مقدس را دلیل افزایش چنین جنایت‌ها می‌شمارند.